اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز قرار داریم. دوستان عزیز، مثل که شما قبلا خبر داشتید که ما در برنامه خود در مورد توحید در عبادات قلبی بحث کردیم و در قسمت توحید در عبادات قلبی گفتیم که انسان مسلمان با قلب خود خالق متعال سبحانه و تعالی را عبادت میکنه و این عبادات قلبی اولش توحید در نیت بود، دومش توحید در محبت بود، سومش توحید در خوف بود، چهارمش توحید در رجا بود، پنجمش توحید در توکل بود و ششمش توحید در تفکر بود و هفتمیش که امروز خدمت شما تقدیم میکنیم توحید در تعظیم شعائر الله سبحانه و تعالی هست. آله دوستان، شعائر الله را چه قسم، توحید چه قسم در تعظیم می باشه؟ طبعا انسان مسلمان، انسان موحد و یکتاپرست کسی هست که نظر به آیت قرآنی که الله سبحانه و تعالی برای ما مسلمان ها بیان کرده، شما در سوره حج، در سوره الحج آیت 32 وقتی که ببینید، در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که و من یعظم شعائر الله، هر کسی که تعظیم میکنه شعائر الله را، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، هر کسی تعظیم میکند شعائر الله سبحانه و تعالی را، یعنی علامات ای چی است؟ ای از علامات تقوای قلبی هست. خود شعائر چی را میگن؟ شعائر جمع شعیره هست که شعیره به معنای علامه می باشه و در اصطلاح تمامی اموری که الله سبحانه و تعالی چی شده؟ امر شده و از طرف الله سبحانه و تعالی و به نزد الله سبحانه و تعالی بزرگ و با عظمت می باشن. پس یکی از اساسات عبادات قلبی هست که ما الله سبحانه و تعالی را با عظمت یاد میکنیم و با تعظیمی که به الله داریم همیشه نام الله را و صفات الله سبحانه و تعالی را و تمام اسماء الله الحسنا را با بسیار عظمت و بزرگی یاد میکنیم و تعظیم از این است که هر عملی که مخالف بزرگی از این می باشه و هر عمل و یا هر سخنی که منافی عظمت باشه او عمل ما انجام نمیتیم. مثلا آیات قرآن عظیم الشان با بسیار احترام و عظمت با او برخورد میکنیم. آیات قرآن عظیم الشان به خاطر چی؟ به خاطر از نام الله سبحانه و تعالی را در جاهای خوب و عالی نوشته میکنیم. اینال یکی از علاماتی که مثلا انسان هایی که عظمت شعائر الله را در نظر نمیگیرن و سبب کفرشان میشن، مثلا شما جادوگرا را ببینین، ساحرا و جادوگرا، اینا کسایی هستن که آیات قرآن عظیم الشان در چیزهای نجس نوشته میکنن. گاهی اوقات مثلا با خون نوشته میکنن، گاهی اوقات مثلا قرآن عظیم الشان در یک جای کثافت میگذارن و گاهی هم قرآن عظیم الشان در یک جای میگذارن که سر از او گام خدا بگذارن. پس این بی‌ادبی و بی‌حرمتی در مقابل شعائر الله سبب کفر انسان میشه. انسان مسلمان مؤمن موحد یکتاپرست این قلباً به شاعر الله و هر چیزی که از جانب الله هست به او احترام و عزت میکنه، به نام الله
به صفات الله را با عظمت یاد میکنه، عبادت الله را با عظمت یاد میکنه و همین قسم الله وقتی در کتاب خود مخلوقات را که با عظمت یاد کرده مثل ملائکه اونا را معصوم یاد کرده، اونا را با عصمت و با پاکی یاد میکنن. همین قسم که مثلا پیامبران با بسیار عظمت و پاکی یاد کردن که پیغمبران شخصیت های خوب هستن، معصوم هستن، مخلوق هستن ولی شخصیت های عالی هستن، اونا را با عمو بزرگی و با اونمو شخصیت عالیشان یاد میکنیم. و به این شکل در قرآن عظیم شان وقتی که درباره دیگه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که الله بر ما خبر میده، به اساس این احترام و عظمتی که ما به شاعر الله داریم، حتی به کسانی که در قرآن عظیم شان بر از اونا چیز خوب اطلاق شده، به اساس تعظیم الله ما سخنایی که الله بر ما گفته است او را چی میکنیم؟ او را مصدر و اساس برای فکر و اندیشه خود قرار میدیم. مثلا شما ببینید عزیزان، در قرآن عظیم شان وقتی میگه که محمد رسول الله، محمد کی هست؟ محمد رسول الله هست. وقتی که محمد رسول الله هست بناء فرستاده از جانب الله سبحانه و تعالی هست، ما محمد صلی الله علیه و سلم به خاطر ازی عزت میکنیم و او را محترمانه با امرایش برخورد میکنیم و او را دوست داریم، به خاطر ازی که الله بر ما این من حیث پیغمبر تعیین کرده و بر ما او را معرفی کرده است. به این شکل مثلا وقتی ما در آیت قرآن میخوانیم که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، آل وقت ما اسوه خود رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار میتیم، در حقیقت این تعظیم شعائر الله است، تعظیم است به اوامر الله. ما رسول الله صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه خود قرار میتیم. چرا؟ به خاطر که خالق متعال الله سبحانه و تعالی او را بر ما معرفی کرده که اینمی محمد صلی الله علیه و سلم این اسوه شماست. شما شخصیتتانه، شما فکرتانه، شما اعمالتانه مطابق فکر و عقیده و مطابق اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق طریقه و روش از او شما باید عیار بسازید. و ما آتاکم الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه. الله بر ما میگه که آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده است او را بگیرین. پس وقتی ما احادیث صحیح بخاری و احادیث صحیح مسلم و احادیث صحیحی که در نسائی است، در ترمذی است، در ابن ماجه هست و دیگه کتاب‌های سنن هست، در کتاب‌های دیگه هستن که اونا بر شکل صحیح برای ما نقل شده است، ما از این احادیث و از این سنن وقتی مطابقت میکنیم به خاطر از این مطابقت میکنیم که ای از طرف الله بر ما امر شده که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه، از آنچه که رسول الله شما را منع کرده فانتهوا، شما از او خدا دور بسازین. او نهی نواهی چیزایی که ممنوعات است به او شما نزدیک نشین. پس متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دلالت به چی میکنه؟ دلالت میکنه به تعظیم شاعر الله سبحانه و تعالی. به این شکل اگر یک انسان مسلمان مثلا درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن گفته میشه، حالا ما میبینیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعه از صحابه داشتن، مهاجرین بودن، انصار بودن، در رأس از اونها کسایی بودن که مثلا کبار صحابه بودن، بزرگان صحابه بودن. حالا ما در مقابل از اینا چی برخورد داشته باشیم؟ خب با گذشت تاریخ، با موجودیت دشمنای خطرناک مثل یهود، مثل نصارا، مثل روایت های اسرائیلیات، مثل دشمنای دیگی مثل مستشرقین و اینا و همین قسم مثلا اختلافات مثلا فکری و مذهبی و فرقوی گپا، بالاخره بر ما مثلا در بعضی از متون کتاب ها و در بعضی از کتاب های تاریخ چیزهای به ضد از اینا نوشته شده. حالا ما تمام از اینا را در مقابل چی قرار بدیم که برای ما راه حق معلوم باشه، راه درست معلوم باشه؟ این را از کجا پیدا میکنیم و چی باید بکنیم؟ پس وقتی میبینیم که الله سبحانه و تعالی برای ما میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن عظیم شان ذکر نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. پس الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شان من حیث یک کتاب محفوظ برای ما معرفی کرده است و الله سبحانه و تعالی عالم الغیب و الشهاده هست. از قلب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داشت که قلب‌های از اونها چه قسم بود. پس می‌بینیم که در قرآن عظیم شان درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما خبر داده میشه. محمد رسول الله، محمد رسول الله است والذین، و کسانی که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن چی بودن؟ اشداء علی الکفار،
بالای کفار بسیار شدید بودن، در میدان جهاد و معارک با امرای دشمنای الله بسیار سرسختانه برخورد میکنن. رحماء بینهم. پس اینجا قرآن بر ما میگه که رحماء بینهم، آن وقت ما به اوامر الله به شعائر الله تعظیم میکنیم، پس آنچه که در کتاب آمده باید بر ازی تعظیم بکنیم. پس میگیم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در بین خود بسیار مهربان بودن. آن وقتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در بین خود مهربان بودن و قرآن بر ما میگه و الله بر ما میگه، اللهی که از قلبهای از اینا با خبر است، بر ما در کتاب خود که قرآن عظیم الشان از خبر میده که رحماء بینهم. بناهن تمام روایاتی که ساختگی هست و دروغی هست و تمام روایاتی که به ضد آیات قرآن است، ما آل تعظیم به چی میکنیم؟ تعظیم به روایت های تاریخی میکنیم و یا تعظیم به کتاب الله میکنیم. ببینید اینجا معلوم میشه که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اینجا تطبیق میشه. حالا اگر کسایی هستن که تعظیم به شعائر الله میکنن و یکی از شعائر مهم الهی قرآن عظیم الشان است، کسی که به قرآن عظیم الشان تعظیم میکنه پس میگه که قرآن عظیم الشان کلام الهی هست. الله بر ما خبر داده که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله والذین کانوا معه، کسانی که همراه رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. کی همراه رسول الله صلی الله علیه و آله بودن؟ ابوبکر همراهش بود، عمر همراهش بود، عثمان همراهش بود، علی همراهش بود، حسن همراهش بود، حسین همراهش بود، مهاجرین همراهش بودن، انصار همراهش بودن، طلحه همراهش بود، زبیر همراهش بود، عایشه ام المؤمنین، اینا کلشان، حفصه، خدیجه، امهات المؤمنین در مجموع کل از اینا چی بودن؟ رحماء بینهم، اینا در بین یکی دیگه چی بودن؟ بسیار مهربان بودن. الله بر ما میگه که اینا رحما بودن. آل روایت هایی که میگه اینا مهربان نبودن، اینا با هم دشمن بودن، اینا یکی دیگر را با لغت میزدن و شکمی از او را پاره میکردن و طفل از او را مثلا ضایع میکردن، بنابراین این روایت ها معلوم میشه که کل این روایت ها با آیات قرآن در تکر است، در تضاد است. الله میگه رحما بینهم، اما یک روایت ساختگی دروغی میگه که نخیر اینا با هم بسیار سرسخت دشمن بودن. آن میرفت دروازه از او را میزد، با لغت میزد و او را میشکستاند و او را بالاخره بطن از او دختر رسول الله صلی الله علیه و آله که صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله است. الله میگه والذین کانوا معه اشداء علی الکفار بودن، اینا این شدت خود در مقابل کفار شدت و غلظت خدا نشان میدادن، اما در بین یکدیگر رحما بودن. رحما بینهم، این تعظیم شعائر الله، این از تقوای قلب است، این عبادت قلبی هست. پس ما به اساس اینمی آیت قرآن تمام روایاتی که مخالف آیت قرآن است او را رد میکنیم، نمیپذیریم. چرا نمیپذیریم؟ به خاطر تعظیم شعائر الله، به خاطر تعظیم کتاب الله. یکی از شعائر الله چی است؟ کتاب الله هست. پس به این اساس ما میگیم که نخیر، کسایی که میگن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله با هم بدبین بودن، یکی دیگه خدا خوب دوست نداشتن، دشمنی داشتن، کلش میگیم نخیر، شما اشتباه کردین، آیت قرآن برای ما سرند است. در قسمت ازی که اینا چه قسم شخصیت ها بودن در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، میبینیم که قرآن عظیم الشان بر ما در مورد شخصیت های بزرگ اسلام، در مورد شخصیت پیغمبرها چی میگن؟ در مورد شخصیت پیغمبرها میگن که اونا پیغمبراش اشخاص معصوم بودن، بهترین مردم ها بودن. حال وقتی در روایات تاریخی یا در کتاب های مثل بایبل یا کتاب مقدس که پیش نصرانی ها هست یا کتاب یهودی ها هست که تحریف شدن، در اونجا میبینیم که العیاذ بالله فلان پیغمبر شراب خورد، نسبت میتن شراب خوردن و یا زنا کردن و یا فساد کردن یا جنایت کردن. تمام از اینا را به خاطر تعظیم شعائر الله چی میکنیم؟ رد میکنیم و برشان میگیم که نخیر، پیغمبرها که بودن شخصیت های معصوم بودن، پاک بودن، شخصیت های خوبی بودن. بناهن ما تمام روایاتی که مخالف آنچه که الله بر ما در قرآن عظیم الشان گفتن، به خاطر تعظیم شعائر الله ما اینمی آیات قرآن عظمت میتیم، پس هیچ چیز دیگه در مقابل ازی قرار نمیتیم. پس میگیم پیغمبرها معصوم بودن و آنچه که تحریفاتی که در کتاب‌های دیگه هست، این از جنایت‌های اهل کتاب است، از جنایت‌های علمای یهود و از جنایت‌های رهبان نصارا هست که اینا تغییرات و تحولات آوردن و بالاخره اینا را الفاظ زشت را برای اینا نسبت دادن. وقتی میگیم با قرآن عظیم الشان میخوانیم که در قرآن عظیم الشان مثلا میگن که عیسی ابن مریم نبی بود، پیغمبر بود، الی بنی اسرائیل، به بنی اسرائیل فرستاده شده است. این حال تعظیم میکنیم به شعائر الله و میگیم که عیسی علیه السلام
بنده بود و مخلوق بود و رسول بود و فرستاده شده بود از جانب الله بر بنی اسرائیل. بناهن بر از او کتاب آسمانی داده شده بود به نام انجیل. حال تمام روایت ها و تمام سخن هایی که بر ضد از این آیات قرآن است و در کتاب های تحریف شده و یا در قصه ها و اساطیر و تاریخ و ایگپا آورده شده و یا کتاب هایی که مثلا دیگران نوشته کردن و میاین بر بالای عیسی مسیح تهمت میکنن که علیه بالله عیسی مسیح علیه السلام ای گفت که من بچه خدا هستم، یا من پسر خدا هستم، یا فرزند خدا هستم، یا ای بنده الله نیست، رسول الله نیست. تمام از اینا را رد میکنیم. چرا؟ به خاطر که و من یعظم شعائر الله، هر کسی الله چیست؟ باید شما اتقوا الله، بترسین از الله، متقی باشین. پس تقوا چی هست؟ تعظیم شاعر الله هست که ما باید شاعر الله را چی کنیم؟ تعظیم بکنیم. از این خاطر گپ هیچ کسی را در این راستا نمیپذیریم و سخن هیچ کسی را در این راستا نمیپذیریم. به این شکل وقتی درباره شخصیت پیغمبرها فهمیدیم، در قسمت شخصیت کسانی که مثلا پیروای از این پیغمبرها بودن که میبینیم مثلا خصوصا از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی سر از اونا میگیم که چی هست؟ آیات قرآن بر ما میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. ما وقتی در تاریخ میخونیم که در زیر شجره بیعت الرضوان 1400 یا 1500 صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا کلشان بیعت کردن. اینمی 1400 یا 1500 صحابی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، در مورد از اینا آیا قرآن چیزی گفته است؟ بله، قرآن عظیم شان گفته است. اینا کی بودن؟ اول اینا کسایی بودن از مهاجرین انصار بودن، درست هستن. در بین از اینا ابوبکر صدیق بود، بله بود، عمر فاروق بله بود، عثمان و علی و دیگه صحابه مهاجرین انصار، اینا کل از اینا. خب آل وقت پیدا میکنیم که اینا همه از این اصحاب آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. بسیار خوب. درباره از اینا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. قرآن میگه لقد یقینا رضی الله، راضی شد الله عن المؤمنین. اینجا دو کلمه آمد، یادداشت میگیریم، رضی الله مؤمنین. پس اول سخن ایشو کن که اینا مؤمنین هستند. پس هر روایتی که در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اینمی اصحاب رسول الله یا ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا اینا، اگر روایت میگه که اینا مؤمن نبودن، این روایت به اساس تعظیم شعائر الله چی میکنیم؟ رد میکنیم، میگیم نه خیر، ما به قرآن عظیم شان عظمت میتیم، ولو که هزارها کتاب دروغی و ساختگی و تحریف شده از فرقه های مختلف بر ما بگه که اینا مؤمن نبودن، ما میگیم نه خیر، آنچه که الله گفته، عظمت الله و عظمت کتاب الله بیشتر است از تمام آنچه که دیگران میگن، و ما میگیم که بله الله اینا را مؤمن گفته هست. پس به نظر ما، نظر به عقیده قرآنی، نظر به آیت قرآنی که میگه لقد رضی الله عن المؤمنین، اینا را مؤمن خطاب کرده، پس اینا مؤمن بودن. هر کسی که اینا را میگه نه مؤمن نیستن، در حقیقت مشکل از اینا با اونا صحابه نیست، مشکلشان با نص قرآن است، مشکلشان با عدم تعظیم شعائر الله هست که یکی از شعائر الله قرآن عظیم شان و آیات قرآن عظیم شان است. قرآن میگه، الله میگن شما چه قسم الله را با عظمتش قبول دارین؟ شما چه قسم کتاب الله را قبول دارین؟ شما چه قسم قرآن عظیم شان را قبول دارین که وقتی قرآن عظیم شان میگه که عن المؤمنین، شما برعکس از این گپ میزنین؟ پس معلوم میشه عقیدتان مشکل داره و در عظمت خالق متعال شما مشکل دارین. اگر و در عظمت قرآن عظیم شان، تعظیم قرآن عظیم شان مشکل دارین، اگر نمی داشتین میگفتین که بله قرآن عظیم شان وقتی که میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین آمنا و سلمنا، ایمان آوردیم و تسلیم شدیم. پس قرآن عظیم شان در مورد از اینا میگه که چی هستن؟ مؤمنین هستن. مؤمنین هستن. آیا قرآن تنها بر عصر صحابه بود؟
آیا قرآن تنها برای عصر رسول الله صلی الله علیه و بود و یا ای که حکم قرآن عظیم شان تا روز قیامت هست؟ تا روز قیامت هر مؤمنی که به قرآن ایمان داشته باشه مؤمن حقیقی است. پس این مؤمن عقیده خود از کجا بگیره؟ از قرآن عظیم شان بگیره. ما وقتی به قرآن عظیم شان رجوع میکنم بدون از اینکه پدرم چی میگه، بدون از اینکه مادرم چی میگه، بدون از اینکه در مذهب ما چی میگه، بدون از اینکه مثلا کسایی که ما شنیدیم رسانه ها چی میگن و کتاب های تاریخ چی میگن، مجرده که قرآن عظیم شان در دست ما میرسه و قرآن عظیم شان میخوانم که در قرآن عظیم شان الله سبحانه و تعالی میگه که لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. این میفهمیم خلاص اینا مؤمن هستن. مؤمنین الله برشان گفته. کی گفته؟ الله گفته. در کجا گفته؟ در کلام الله گفته. و من یعظم شعائر الله، ما تعظیم میکنیم شعائر الله را، این علامت الله را که برای ما خطاب کرده که این مؤمنا که اصلا چی هستن؟ اینا مؤمن بودن. و دوم گفته که رضی الله، الله راضی شده. آیا الله از کافر راضی میشه؟ آیا الله از انسان بیدین راضی میشه؟ آیا الله از انسان بی ایمان راضی میشه؟ استغفر الله. وقتی الله راضی میشه از کی راضی میشه؟ از مؤمنین. و الله میگه ما راضی شدیم از اینمی مؤمنینی که تحت شجره، در زیر درخت شجرة الرضوان اینا چی کردن؟ با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردن. مثل از آیات دیگه از قرآن عظیم شان است که درباره اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میشه. برعکس روایت های دروغین تاریخین، وقتی که ما و شما میایم در این آیات که در مورد اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است و میخوانیم این آیات، میبینیم که در مورد مهاجرین للفقراء، ببین سبحان الله، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانه. للفقراء، فقراء اینا را میگن، فقراء مهاجرین. چرا اینا را فقراء میگن؟ ابو بکر فقیر نبود، مثلا عبدالرحمن ابن عوف فقیر نبود، عثمان رضی الله عنه فقیر نبود. اینها بزرگترین تجارها بودن و بسیار مردمای سرمایه‌دار بودن. لکن وقتی اونا هجرت کردن و آمدن به مدینه منوره چی شدن؟ اینا تمام مالشان از طرف دشمنای الله، از طرف مشرکین قریش، بسیار مالای از اینا چور شد و اینا دست خالی به مدینه منوره آمدن و مهاجر شدن و اینجا رسیدن. پس اینا را الله میگه اینا فقیرترین، للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم. اینا از خانه هایشان و از مال هایشان خارج شدن. هدفشان چی بود؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانه. اینا هدفشان چی بود؟ رضایت الله را میخواستن، فضیلت از جانب الله میخواستن. پس الله سبحانه و تعالی در مورد شخصیت زنا صحبت بر ما کرده، بناء به قرآن عظیمشان، به ملائکه، به مثلا شاعر الله، هر شاعرش که است، به نماز، به روزه، به حجاب، به تمام از اینا احترام میکنیم به خاطر تعظیم این شاعر الله. الله متعال برای همه ما و شما توفیق نصیب بکنه که با تعظیم شاعر الله اما عبادت قلبی حقیقی خود به الله سبحانه و تعالی تقدیم بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.